باورتون میشه یکی از بهترین نقطه‌های تهران رو آمریکایی‌ها ساختن و به دلیل شباهتش به شهرک‌های خودشون یه اسم کاملا غربی براش انتخاب کردن که البته بعد از انقلاب تغییر کرد؟ گرچه خونه‌های لوکس و ساختار مدرنش نشون دهنده این نیست که خدمت آنچنانی داشته باشه، اما این منطقه تو گذشته یه روستای خوشاب و هوا به اسم خوردین بوده که جنوب شرقی امامزاده صالح فرهزاد و نزدیک دهونک قرار داشت که الان معروفن به شهرک غرب. تو سالهای دهه 1340 زمینای این روستا تفکیک شد و شرکت‌های بزرگ ساختمان‌سازی خارجی به کمک مستشاران و مهندسان آمریکایی تصمیم گرفتن توی این منطقه خوشاب و هوا محله‌ای مدرن و مطابق با الگوی زندگی آمریکایی بسازن. حالا چرا اسمش شد غرب؟ بعد از قد کشیدن برج‌های بلند و فازبندی شدن اصولگی شهرک، آمریکایی‌ها گفتن که این دیگه قشنگ یادآور خونه‌های خودمونه. پس اسمش هم میذاریم غرب تا بدونن ما غربیا اینجا رو ساختیم. البته بعد از انقلاب هم به افتخار بیت المقدس اسم شهرک به قدس تغییر کرد، ولی خب هنوز خیلیا بهش میگن شهرک غرب. حالا شما بگین کدوم اسمشو تلفظ میکنین؟ غرب یا قدس؟